من 3 سال پیش طواف خانه خدا کردم. در سن 36 ساله می باشم. بعد از طواف کردن به خود مقصد گذاشتم که هر آن چیزی که خداوند بر من حرام کرده است دست میکشم و با یک دختر از شوهرش برای کودک نکردن جدا شده بود شناس شدم. خوب گوش اندازین. و او را با طریق مسلمانی به نکاح خود در آوردم. با او 5 سال باز زندگی کرده ایستادم و صاحب یک فرزند شدم. این دختر بگیم حساب بیوه گرفتن و سبب کودک نکردنش این مرد حاجی است کن نکاح کرده است و طریق اسلامی گرفته است. و یک روز شب به خانه در آمدم، زنم را با یک مرد ناشناس در جاگه خود در حالت مادرزادی قپیدم و آنها را یگان گپی گنده نگفتم و والدین زن را یعنی اپش را آوردم و شاهد همین کس زنم را 3 طلاق کردم. داملای محترم به من گوید که من با این گناهی که 3 طلاق گفتم در نزد خداوند چقدر گناه و عذاب میکشم. به من گوید که تا به گوش خود شنوم. یعنی این برادر یعنی به سبب این قدر اسلام یک دینی هست که در دل آدم چنان رحمی را پیدا میکند که همان زنی را که در حالتی بگیم زنا با یک مرد دیگر میقپد و به یک سبب طلاق گفتن این مرد در خوف است و اون زن بدبخت نه. به سبب طلاق گفتنش در خوف است که خدای را چی میگفته باشد، لکن اون بدبخت مردی که در خانه این کس در آمد و این زن بدبختی که این کار انجام داد اونا از خدا نترسیدند. این برادر انشاءالله تو از جوابگری در نزد خدا با طریق کامل باوری کن که تو خلاص هستی و البته هیچ مرد دیگر برای خود روا نمی بیند در حالتی که زنی خدا با یک مرد بیگانه می بیند و با او دیگر زندگی کند. اگر چنده که دستورات اسلامی هست که اگر عفوش کنی حق توست میتونی که عفوش کنی، لیکن اگر زندگی هم که نکردی طلاق هم که کرده باشی خیر باز اینا تو میتونی که از همون مفتی ها پرسان کنی، لیکن به عقیده من باشد تو کاری خطا نکرده، خوب کردی که از این زن جدا شدی. یعنی احترام حاجگی ترا ندانست، احترام اسلامی ترا ندانست. بعض میانه که یک بار این بدبخت شده بود باز مثال در بخت شما مسلمان داخل شد و به قدر شما که نرسید حالی او این است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا به حساب شکرانه خدا میکنم که به ما چنین پیشوایی با تقوا مانند شما نصیب گردانیده است. دعا میکنم که پروردگار را علمی داشته شما را دوچند کند و ما از آن امر معروف های شما بهره بریم. آمین. داملای عزیز به سوال های من خواهش میکنم در روز جمعه جواب دهید. روز نماز جمعه را در مسجد جامع یک قشلاق گذاشتم. بعد نماز را ادا کردن اهل مسجد باز 6 رکعت نماز احتیاطی خواندند، لیکن من نخواندم برای آنه که آن وقت نمیدانستم مگر من 4 رکعت فرض پیشین را قضا خوانم یا نه نخواند. وقتی که نماز جمعه که اعلان شده است همون دیه و فرمان مفتیا در او باشد که این نماز جمعه هست، در اونجا که نماز جمعه را خواندین دیگه فرض احتیاطی نخوانید. تمام همون جمعه شما در نزد خدا مقبول است. این احتیاطیش مثل یک شبهه می شود، یعنی در نماز خودت وقتی شبهه کردی نماز شبهه دیگر قبول نمی گردد. از این خاطر نخواندن شما نماز همون احتیاطی را این بهتر است. روز جمعه در زندان نماز پیشین را جماعت خواندن درست است یا نه؟ در روز جمعه در زندان هم نماز جماعت جایز نیست. نماز جماعت همین قدر حکمش بلنده هست که در زندان هم نماز جماعت در روز جمعه مکروه است مگر بعد جمعه. یعنی ما و شما در ساعت 1:30 که بود کردیم زندانی ها می توانند که بعد ساعت 1:30 جماعت کنند. مصیبت بین اون برادری که یک روز سوال داده بود که در یک فرزندش از دنیا گذشتن اکثر عبادتاش ترک کرد، نظر بر این دوستی خدا کن، عبرت از این دوستی خدا بگیر. حضرت میگه در حال چی گفتن؟ خدایا گفتن من 2 فرزند داشتم، 2 میوه دل داشتم، با گرفتگیتم شکر، با این فرزند خورده که دارم با اینم شکر. 2 پای داشتم، این پایی که از دست دادم با اینم شکر، با این پایی که الحال هست شکر.
دوستهای خدا را ببینین، حالتهای وزنین در صبرشان را ببینین و نماز عاشقانه را ببینین. این است برادر عزیز یک لحظه از نماز عاشقانه. فکر میکنم البته این برای همین سوال این دادگی برادر کفایت کننده است. لیکن این گونه قصه ها خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. سلام بابای داملا. بعضا آدمان را میگوییم که چرا نماز نمیخوانی؟ میگویند که نمازخوانها کجا را گرفتند. البته این صدای هست که اولین بار نیست. من بر شما باز میگم برادرای عزیز، در سخن هر یک انسان شما دل شکسته نشوید. التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. پیغمبر ما و شما میگوید توفیق، خدا ترسی، نمازخوانی این یک عبادت خیلی بزرگی هست، یک چیزی خیلی بزرگی هست که خدا فقط بندگان دوستدارش میته، هر بنده را نمیته. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظیم. سوره تبارک، سوره ملک که ما و شما میخونیم، وقتی که دوزخیان در دوزخ پرتافته می شود میگد سمیع لها شهیقا. دوزخ میگد به منزله که در پیش یک خر کمی جو می پرتای یا اینکه جو از دور میبیند و یک هرهر دارد، بعد آواز خچه بلند میکند. وقتی دوزخی میگد در چای دوزخ پرتافته می شود، اول دوزخ همتا یک هرهر دارد. وقتی دوزخی تا چند پایان رفتن که گرفت سمیع لها شهیقا و هی تفور، چنان هنگست میکند این دوزخ که حتی میگه نزدیک است که از غضب دوزخ پاره پاره شود. با آمدن دوزخی خشنود میشود. از خرسندی که دوزخی در داخلی او داخل شد، این میگه صدای بلند میزند و ملائکه هایی که در اون داخلی دوزخ، ملائکه های عذاب میگویند. آنها چی میگویند؟ میگویند آیا برای شما یگان ترساننده نبود؟ آیا شما را کسی نبود که خبر دهد که نماز است، روزه است، عبادت است، قبر است، قیامت است؟ آیا در بین شما نبود؟ اینا چی میگویند؟ میگویند بود. یک فرزندش از دنیا گذشتن اکثر عبادتاش ترک کرد. نظر بر این دوستی خدا کن، عبرت از این دوستی خدا بگیر. حضرت میگه در حال چی گفتن؟ خدایا گفتن من 2 فرزند داشتم، 2 میوه دل داشتم، با گرفتگیتم شکر، با این فرزند خورده که دارم با اینم شکر. 2 پای داشتم، این پایی که از دست دادم با اینم شکر، با این پایی که الحال هست شکر. دوستهای خدا را ببینین، حالتهای وزنین در صبرشان را ببینین و نماز عاشقانه را ببینین. این است برادر عزیز یک لحظه از نماز عاشقانه. فکر میکنم البته این برای همین سوال این دادگی برادر کفایت کننده است. لیکن این گونه قصه ها خیلی زیاد است، خیلی زیاد است. سلام بابای داملا. بعضا آدمان را میگوییم که چرا نماز نمیخوانی؟ میگویند که نمازخوانها کجا را گرفتند. البته این صدای هست که اولین بار نیست. من بر شما باز میگم برادرای عزیز، در سخن هر یک انسان شما دل شکسته نشوید. التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. پیغمبر ما و شما میگوید توفیق، خدا ترسی، نمازخوانی این یک عبادت خیلی بزرگی هست، یک چیزی خیلی بزرگی هست که خدا فقط بندگان دوستدارش میته، هر بنده را نمیته. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. صدق الله العظیم.
سوره تبارک، سوره ملک که ما و شما میخونیم، وقتی که دوزخیان در دوزخ پرتافته میشود میگه سمیع لها.